میگه در وضوع هر عضو رو ورد جدا اومده است اندر خبر بحری دعا. همین طهارت کردن در اومده است که در وقتی رو شستن چی میگویید، دهن شستن چی میگویید، دست شستن چی میگویید، پا شستن چی میگویید. چون که استنشاق بینی میکنی بوی جنت خواه از رب میخوانی. وقتی پنی را میتکی دعا میکنی که اللهم ارحنی رایحة الجنه، خدایا بوی جنت در مشامم برسان. چون که استنجا کنی ورد سخن این باید یارد تزینم پاک کن. میگه اگر خفا را که بشوید استنجای آبی کنی مستحب کنی و قولی خدمو خد دعا میکنی که خدا پاکیده و توزم کرد ایمن دور که همه خبز خباییسه. میگه آنیا که در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت. یک آدم بیچاره پوتت میکنه. اما وقتی مستحب کریده میگه اللهم ارحنی رایحة الجنه. گفت شیخ خوب ورد آورده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای. یا شیخ همونجا بلست بچه هم گفت بسیار دعای خوب کردی لیک شکوفی دعا را گم کردی. این دعای ورد بینی بود چون ورد بینی را تو آوردی بکن. رایحه جنت زبینی یافت سر، رایحه جنت کی آید از دو بود. بچه بوی جنت های بینی ایش نگیدی. بوی گل بحری مشام است ای دلیر، جای آنبون هست این سوراخی زید گل بروی بینی ایاخ مقصد. و حضرت میگذاره میگه همچنین حب الوطن آمد درست. تو وطن بشناس ای خوجا نخواست. آره حب الوطن هم بیشتر سرت بگیر. میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهر است پورا نام نیست. گر وطن خواهی گذر سوی شد، این حدیث راست رو کم خوان غلط. با حضرت های تری میگه اما واقعا بگیری در موضوعات و کبرای اهلی خودی مدگی هم یوخی. انا حدیث میگه حدیث به همین لفظ موضوعه. اگر چند معناش درسته حقیقتا وطن یک محبت داره. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم با وجود اون که از همین مکه اینقدر بازارش دادن پیش کردن که برآمد گفت بر خدا قسم گفت مکان مقدس اگر همین مشرکای بدبخت مجبور نمیکردن من هرگز تر ترک نمیکردم. دیدید؟ ولی میون همین ائمه اربعه اگر بگیرید در مسئله همین فضیلت اماکن سه نفر امام اعظم ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل همیشه مکه را بر مدینه ترجیح میدن. فقط امام مالک همیشه خلاف کرده است، مدینه را ترجیح میدن همیشه. حضرت تعریف وطن جایی است که محبت داری آموختش داری عبادت کردگی لیکن این معنای او را نداره که من یک چیزا به پیغمبر نسبت شد ای زبان پیغمبر یا دروغ بگویی. الا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. حضرت میگه آگاه باشه کسی بر من دروغی را میبنده به دست خودش جایگاهش در دوزخ تیار کرده است. ولی هم بعضی از علمای علم حدیث بسیار متشددند، هر چی را قبول نمیکنن، به هر سختگیری میکنن. یکی از همونا علامه ابن جوزی است. ابن جوزی همین میگه حدیث متواتر لفظی فقط یک دونه است. اگر چنده که بسیار هست میگه از آن گفته است که همین متواتر لفظی یک تا است. همین حدیثی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. ولی بسیار جدی است. بعدم بزرگان و علمای دیگه همین علمای این حدیث میگفتن که کسی که دانسته قصدا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروغ را نسبت به کافر میکنه. که میگم خود دیگه هم ما عجیب زمانش است. یا آرتیست هم میبینید دعوی دختری کردیسته، یا ژورنالیست دعوی بلوغی کردیسته. هر کس کاری خچلا کنه اگر عالم خراب میشه. اما خدا رحمتش کنه خطیب بغدادی سبب تقریب به مذاهب وقتی شرح می‌کنه میگه امکان نداره که همه حقیق شود. اگر همه را بگیم که ای مأخذ اصلیش شما دلیل بکنه بیوه مگر هم که همین بیچاره در دستش قرآن و صحیح بخوری تو در یه اول زراعت تلف میشود، کار و بار و هنرمندی تلف میشود. مردم فقط باید همین در طلب علم باشن، علم باشن. در صورتی که